خدا عقل داده که فکر بکنید و خدا دل داده که دوست بدارید، رحمت و شفقت داشته باشید، مهر و محبت داشته باشید. قلب برای دشمنی نیست، خصوصا قلب مسلمان محل نگاه خداست، محل طواف رب العالمینه. قلب مسلمان محل کینه نیست، محل غرور و خودخواهی نیست. من و تو عبدیم برای رب العالمین. الحمدلله رب العالمین. هر روز تو نماز میخونیم تو سوره حمد. بنده خدا فکر منحرف نداره نسبت به جامعه، فکرش همه مثبته، همه کارسازه، همه گره گشاست. نیت خوبش همیشه سبب رونق جامعه خواهد شد، سبب عمران و آبادی خواهد شد.